اگر همه سیستم حفظ شود، همه دستاورده های 19 ساله که داریم، مال قانون اساسی داریم، پارلمان داریم، سنا داریم، بالخصوص نیروهای دفاعی و امنیت ملی، وزارت داخله، دفاع و جایگاه خانما در حکومت یا موقت و بالخصوص این صلح مطمئن، صلح پایدار تامین می شده باشه. البته ایره خود رئیس جمهور هم پرسان کنین، اینمی چیزایی که ما گفتم همه حس شود شاید رد نکنه، ایره بپذیره که طالبا بعدا باز جنگ دیگه با یک بانگری دیگه کرده، باز جنگ در افغانستان داغ نکنم. ما نظر ما برای شما بگویم، ما هانه در محمد ریاگان گپارا احساس میکنیم. پشتونگرایی آقای غنی رو احساس میکنیم؟ ما برای شما میایم در سوالتون. بفرمایید. ما مارشال افغانستان شدیم. مارشال افغانستان شدیم. 300 سال گذشته فراموش شده بودیم، واقعا محروم بودیم، مظلوم بودیم. آی دوستم، دیروز مطرح کردین که اگر رئیس جمهور می بودین هیئت از قطر میخواستین و در عین حال جنگ هم گفتین که نتیجه نداشته. پیشنهادتان مشخصا چیست؟ هیئت به خاطر گفتم هر انسان به خود یک غرور داره. متوجه شدین؟ به این رقم بالخصوص افغانا باز اما قدر بی حرمتی، بی احترامی در برابر نماینده های همینام آدم های عادی نیست که رفتن، نماینده دولت هست. خب به جای ما باشین شما چی میکنین؟ اینه بیاین تا خب اما خود از اینا حاضر نشه و ما چه عذر کده در اونجا در پیشانهایشان سعی کده بشیم. شما با تعداد نیروهایتان چند بار اطمینان دادن با آقای غنی که میتونن طالبان رو شکست بدن؟ از سال گذشته گفتن در 6 ماه. تعداد نیروهای حکومت آقای غنی به مراتب بیشتر از تعداد نیروهای شماست. چه چیزی وجود داره در او بخش که نتونسته طالبان رو شکست بده اما شما با نیروهای کمتان میخواین کار انجام بدین؟ ما نیرو نداریم. ما نیروی ما ملت است، مردم است. ما دقیق پلان کده میتونیم، منظم پلان کده میتونیم، این نیروها را خوب استعمال کده میتونیم و یکی ما کار مردمی زیاد کدگی هستیم. خب آقای دوستم، سوال اصلی همین جیست که چرا اعتماد نمیکنه به شما آقای غنی؟ شاید امی یک تبلیغ های بیجا، پروپاگاندای بیجا، حالا معلومات سازی. آیا دوستان فکر میکنین که تنها دلیلش میتونه همین باشه که علیه شما پروپاگاندا شده یا تبلیغات منفی شده، یا دلیل دیگه هم میتونه باشه که سبب شود که او اعتماد داره که شما میخواین آقای غنی نکنه به شما؟ ما اوطور دلیل دیگر نمیفهم، همه دلیل میدانیم. با خود دکتر صاحب اطرافی اشتر کنه ما را یک خطر جدی احساس کنه برای خودشان، یا اینطور فکر میکرده باشه که گویا همینجا دیگه ملت هم هست. بسیار کوتاه فکر زیاد است رقم، گویا که یک با قوت منطقوی تبدیل بشه و دیگه ملت را سرکوب میکنه.